های دارم تنهایی امروز میرم جمعه بازار. صدا هیچی هم نخوردم. این لوک منه. راستش کوله میبرم با اینکه به تیپ خالی کلاسیک هم نمیخوره، به خاطر اینکه اونجا دیگه باید مراقب کیفامون و اینا باشیم. پس بهترین راه اینه که یه کوله ببندی خیالت راحت کنی، وسایلات هم توش جا میشه. برچسب هلیوم دنیاست. اینجا حتی فکر میکنی اینا هم لازم داری برای خود با نقاشی دست. اینا تو موها میذاریم. بازار اومده بودم فقط برای تیشرت کلی چیز خریدم. سکه‌ها رو با سفیدا بهتره، ولی اینا رو حتما کوچولو بزن. من گرفتم که بعد خدا عاشق این شدم. خدا نمیتونم تصمیم بگیرم. زبونه رو خیلی دوست دارم. اینم یه تا تیشرت نگیرم هیچی نمیخوام. خرد و خاری شده که خیلی سنگینه نسبت مبارک باشه. دست درد نکنه. آره بابا بچه تو زدی؟ دست درد من گفتم هر اون کارگردان بندیش رو سنجید. مثلا خودم تو برنامه هم هست. دوست دارم برم با کتاب بگیرم. حالا گیزه نه و یکیشون بعد از البته این کاریش خوشگله نمادار میشه. حالا تو صرف کنم پیداش کردم. این جیگره نگاه دادم خودم. حالا من خیلی مردم کردم میشه به بالا بگید دارم از گرسنگی میمونم. جمعه بازار تموم شد. من بالاخره باید تیشرت ها مثل هر چند این تیشرت ها محتمل سال دیگه شدم و جیبم خیلی خالی تر کردم، ولی ارزش داشت. حالا بریم چیکار کنیم؟ گرسنمه. بریم چی بخوریم؟ الان باید این پله ها رو برم بالا. اونجا هم جمعه بازاره. وارد باغ کتاب شد. این جا هست برای نشستن؟ یس اگه بخوش عالیش. باغ کتاب بعد با اینا هم دارم بای بای میکنم. این سری نمیرم واقعا پیششون، چون که
یکم دیوانه میشم. و این کتابی که میخواستم این وقتی بدن نمی وای عشقای همه تون به من تعلق دارید واقعا. Bye.